صبح وكل اشراقيا تبكى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي كل صبح وكل اشراقيا تبكى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي زد مار هوا بر جگر غمناکم سودی نکند فسونگر چالاکم آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی سغریه و تریاکم مظهر کمال، مظهر شجاعت، مظهر فصاحت، مظهر بلاغت
مظهر تدین، مظهر اخلاص، مظهر سخاوت. وقت نیست که در این مورد صحبت کنم. برویم ذکر مصیبت بخوانیم. تسلیت عرض میکنم در گذشت مرحومه مغفوره کربلای راضیه مرادی را به محضر اسرارهای مرادی برادر و فرزندان آن مرحومه، اقارب و بستگان آن مرحومه، کسانی که صاحب عزا هستند تسلیت عرض میکنم. خداوند متعال همه اموات گذشتگان ما خصوصا مرحومه مغفوره را غریق دریای رحمتش قرار بدهد. انشاءالله امیدوارم خداوند متعال مرد را اولین راحتی ماها قرار بده. جملات هم ذکر مصیبت بخوانیم. دست توسل به دامن چادری پیله پوری سخته، این آفتابه که در اراده پروردگار است، نورش در خانه مسلمان هم دارد میتابد، در خانه غیر مسلمان هم دارد میتابد. همه استفاده میکنند از این فضای لایتراها. اگر یک سایه اکسیژن قطع شود نفسها دارد استراق میکنند. حساب میکنند از این اکسیژن خدادادی هم انسانهای مسلمان استفاده میکنند، هم غیر مسلمان و همه موجودات دارد استفاده میکنند. وقتی که مسئله این است ما باید فکر کنیم. مولای متقیان فرموده است که غم الفرس تا جوان هستی نمازت رو به وردش بخوان، روزه بگیر تا جوان هستی مکه برم. همه انسانها با همین حیات دارد حشر می شود. جوان 18 ساله فوت کرده به سنن 18 سالگی حشر می گردد. پیرمرد 90 ساله با همون وضعیت. دور نرویم. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. عرض کردم انسان اگر میخواهد به ثواب دست پیدا کند، به معنویات دست پیدا کند، یک مقدار باید زحمت کشید. هدف یک مرتبه است، وجود فیزیکی میخواهد، کار کردن میخواهد. روزه میخواهد. هنگامی که روزه آقا تمام شد شنیدهید آواز منبر پایین شد. یکی دارد دست آقا را روزه میزنه، یکی صدا میزند یم در زهر ما را ببخش را نشناختیم، نهار کردیم، نوحه کردیم. دنبال آقا را افتادن. عجبا این آقا خانه را کجا دارد؟ آمدن دیدن این آقا رای خود را کج کرد، واردیت خرابه شد. دیدن معجم سیاه استقبالی جوان حرکت کرد، دست به گردن آقا انداخت، صدا کرد نور دیده برادر، خدا را سپاس گزارم تو را به ما زنده برگردانید. صدا کرد عمه جان زینب ای کاش من زنده نمی بودم، اون قدر به من و جدم دشنام دادن، یک کسی هم پیدا نمی شد. میگفت مردم دشنام ندهید، اینها اولاد پیغمبره.
باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم 10 مرتبه سمیع قد یا الله پروردگارا دسته هایی که به درگاهت پی حاجت بلند شده از خرد و بزرگ پیر و جوان زن و مرد پروردگارا حوائج همه مؤمنین حوائج ملتمسین دعا را برآورده بگردان پروردگارا کج های گدایی از در رحمتت ناامید بر بگردان پروردگارا سفر مسافرین بی خطر گردان دین مدیونین ادا بفرما پروردگارا مرزای مؤمنین ملتمسین دعا همه مؤمنین که مریضند چه در خانه ها چه در بیمارستان ها به سر میبرند اخصاً برادر ناجی مصبا را هم شفای عاجل عنایت بفرما پروردگارا سالمین ما را به دکترهای طبیعی محتاج مگردان از نسل ما دشمن دین و مذهب ما مگذار پروردگارا اولادهای ما را خلف صالح ما قرار بده پروردگارا کارکنان صدیق به ملت و کشور به هر رنگ و لباسی که هستند و اخلاق و معیدشان بگردان آیینین به ملت و کشور به هر رنگ و لباسی که هستند از صحنه روزگار برانداز پروردگارا امنیت سرتاسری در وجب خاک کشور حاکم بفرما دشمنان ملت افغانستان نصف و نابودشان بگردان پروردگارا روح بلند و ملکوتی حضرت آیت الله اسماعیل تقدسی استاد مرحوم ما را از جمع حاضر راضی و خوشنود بگردان پروردگارا ظهور اعلی حضرت مهدی فاطمه را برسان ما از هوان امسال به محمد به محمد به محمد بلند ناله کنید به محمد به محمد به محمد به محمد 10 مرتبه به علی 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 او لحظه‌ای که فاطمه زهرا در بین در و دیوار قرار گرفت محسن 6 ماه سفت شد یک مرتبه صدا کرد ابن ابی طالب قهت الجلیل امیر مؤمنان تا به کی مانند جنین جنبنده‌ای که در رحم مادر نشسته ای زهرا پیروان حضرت زهرا زندگی نامه زهرا برای زنها درس است تا آخرین لحظات حیات فاطمه زهرا از حریم ولایت دفاع کرده است دلباد حیدر می‌دمید از سینه‌اش خون می‌چکید میگفت با خون جگر ابن الحسن مهدی بیا ای شب زنده داران یگانه کسی که مهدی فاطمه